این لحظه‌ها کنفرانس سیمی بین‌المللی سطح بلند اوید و تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سال 2018-2028 آغاز گردید. برای انعکاس کار این کنفرانس بیش از 300 نفر نمایندگان گسترده اخبار عامه ثبت نام شدند که این از این شماره 120 نفر خبرنگاران خارجی میباشند. برای کار سنگناک خبرنگاران جنوب تاجیکستان شرایط ضروری را مهیا نموده است. از جمله در دو تالار اساسی کاخ سامان مرکز مطبوعاتی تشکیل شده است که برای نمایندگان گسترهای اخبار عامه نهایت موفق باشد. در این مرکز مطبوعاتی همچنین برای خبرنگاران جایهای کاری موفق آماده گشته کامپیوترهای و اینترنت بلندسرعت پیوست در خدمت آنها قرار دارد. در ابتدای کنفرانس اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند و باید گفت که در کار این چهارگونی سطح بلندی بین المللی اشتراک زیاده از 2000 نفر از هیئت‌های رسمی بیش از 100 دولت اعضای سازمان ملل متحد اینچنین کاربران کارشناسان و تحلیلگران مسائل آب و اقلیم از 62 تشکیلات و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی اشتراک نمودند. طبق معلومات برای انعکاس این چهارگونی سطح بلندی بین المللی قریب 300 نفر نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه در مجموع با تاجیکستان و از تاجیکستان و کشورهای خارجی نامنویس شده بودند. یادآور می‌شویم که 10 ایون در دوره برگزاری این کنفرانس سطح بلند در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه اینچنین برگزاری فستیوال و فورم‌های زیاد دارید با مسئله آب و پریخ‌ها و اقلیم از جمله فورم بین المللی پریخ‌ها، فورم بین المللی پارلمانی تحت عنوان ذخیره‌های آب و اسطوره دموگرافی و منفعت جوانان، اینچنین فورم بین المللی زن و آب، فورم آسیای مرکزی تحت عنوان آب و تغییرآبی اقلیم، فورم آبی افریقا، فورم بخش خصوصی، فورم کودکان و جوانان و آب و اقلیم، اینچنین فورم تشکیلات حوزوی، فرم علم و تکنولوژی و فستیوال آب و پریخ‌ها گذرانده شدند. هدف اساسی کنفرانس این تقویت بخشیدن و سعی و تلاش‌های مشترک و دستگیری اجرای عهدهداری‌های اختیاری در روزنامه کنفرانس آب سازمان ملل متحد ثبت شده و اینچنین هوسمندگردانی شریکی نو و سرعت بخشیدن و عملها برای نائل شدن به هدف‌های آب در روزنامه رشد استوار تا سال 2030 می‌باشد. به‌شبه نتیجه‌های کنفرانس سیوم دوشنبه کامیابی‌های به دست آمده کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 را تحکیم بخشیده و قبول عهدهداری‌ها و اقدام‌های نو در ساحه ذخیره‌های آب مساعدت می‌نماید. روند آب دوشنبه با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد دستگیری تطبیق هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 توسط برگزاری سلسله کنفرانس‌ها هر 2 سال یک مرتبه از جانب تاجیکستان در همکاری زیج با سازمان ملل متحد گذرانده می‌شود. حافظ محمدعلی سهراب نظرزاده کاخ سامان، رسانه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، جهان‌نما.